اگه دنبال یه پرونده شوکه کننده و دارک هستید، پس پیشنهاد میکنم این پرونده رو از دست ندید. رابرت هینی تو مزرعه‌ای در وایمر اورگان به عنوان یک نجار مشغول به کار شده بود و با صاحب ملک قرارداد بسته بود. چند ماه گذشت و بچه‌های رابرت دیگه هیچ زنگی از اون دریافت نکردند. یه جورایی رابرت غیبش زده بود. برای همین بچه‌هاش تصمیم میگیرن به اون مزرعه‌ای که پدرشون کار میکرد برن و از صاحب اون ملک بپرسن ببینن پدرشون کجاست و چرا ازش خبری نیست. وقتی پیش صاحب ملک یعنی سوزان مونیکا رفتن، اون گفتش که رابرت خیلی وقت اینجا رو ترک کرده و هنوز برنگشته. همین باعث شد که بچه‌های رابرت این موضوع رو با پلیس در میون بذارن. سوزان مونیکا در 8 ژوئن 1948 متولد شد. هنوز که هنوزه اطلاعات زیادی در مورد گذشته اون وجود نداره. اما اون در سانفرانسیسکو بزرگ شد و یک برادر و یک خواهر داشت. اون تو صحبتایی که با پلیس داشته بود گفته بود که خواهرش به سندرم دان مبتلا بوده و مادرش نمیتونست بچه‌ای که دارای معلولیت هست رو تحمل کنه. به همین دلیل خواهرش رو تو خونه‌ای در سانتا روزا قرار داد و ترکش کرد. همچنین گفته بود که برادرش هم خیلی وقت بود جدا شده. سوزان همیشه دوست داشت دور از شهر باشه و داخل یک روستا، اونم دور از شهر زندگی کنه. بالاخره سوزان در سال 1991 یعنی 43 سالگی تصمیم میگیره خواسته‌ای که همیشه دوست داشت رو انجامش بده. سوزان یک مزرعه 20 هکتاری در شهر وایمر خریداری میکنه و تصمیم میگیره یه زندگی آروم و دور از شهر رو شروع کنه. بعد از مدتی سوزان تصمیم میگیره یه طویله داخل مزرعه‌اش درست کنه. برای همین چند تا خوک خرید تا ازشون نگهداری کنه. کنار اون طویله یه اتاق کوچیک هم برای خودش درست میکنه تا بتونه اونجا بخوابه و به زندگی روزمره‌اش برسه. بعد از یه تایمی سوزان تصمیم گرفت برای به درآمد رسیدن خوک پرورش بده. از اونا نگهداری میکرد و گوشتشون رو به مردم میفروخته. شاید براتون عجیب باشه اما اون مزرعه نه برق داشت و نه آب و از انرژی خورشیدی برای برق خونه‌اش استفاده میکرده. سوزان هیچ شباهتی به یک زن نداشت. اون بسیار قد بلند و چارشونه بود. مثلا وقتی به فروشگاه میرفته مردم با تعجب نگاش میکردن و این سوال براشون پیش میومد که این شخص زن هست یا مرد. سوزان شخصی بود که حتی به نظافت خودش هم اهمیت نمیداد. اون داخل خونه‌اش جایی برای دوش گرفتن نداشت. برای همینم کلا دور حموم رفتن رو خط کشیده بود. همین باعث شده بود که خیلی بوی بد بده و لباسش همیشه کثیف باشه. البته اینم باید در نظر بگیریم که اتاقکش هم در کنار طویله خوکاش قرار داشت و همین میتونه عمق فاجعه رو نشون بده. زمان گذشت و سوزان به این نتیجه رسید که تنهایی نمیتونه به همه کاراش برسه. برای همین تصمیم گرفت یه آگهی بده و کسی پیدا بشه که نجاری بلد باشه و همین که تو بیشتر کارهای مزرعه هم کمکش کنه. اون تصمیم داشت یه خونه بزرگتر برای خودش داخل مزرعه بسازه. بعد از این آگهی مردی به اسم رابرت هینی که 65 سال سن داشت برای استخدام و کمک به سوزان پیشش میره. رابرت خونه‌ای نداشت و یه جورایی مثل بیخانمان‌ها بود چون داخل یک ون زندگی خودش رو میگذرون. بعد از اینکه رابرت پیش سوزان میره بالاخره با هم به توافق میرسن و سوزان بهش میگه که میتونی از این به بعد ون خودت رو داخل مزرعه بذاری و نیازی به اینکه هی بری و بیای نیستش، اما حقوقت هم نصفشه. رابرت بعد از شنیدن این صحبت‌ها تصمیم گرفت این فرصت شغلی خوب رو قبول کنه. حالا بیان یکم راجع به رابرت صحبت کنیم. رابرت از همسرش طلاق گرفته بود و 4 تا فرزند داشت. اون به شدت الکلی بود و همین خانواده‌اش رو اذیت می‌کرد. هر چند ماه یک بار به بچه‌هاش سر می‌زد و بهشون پول میداد. در سپتامبر سال 2013 بچه‌های رابرت متوجه این شدن که چند ماهی هست از پدرشون خبری نیست. اینجا دقیقاً آغاز یک فاجعه بزرگ بود. بعد از اینکه دیدن خبری از پدرشون نیست به این فکر می‌کردن که شاید پدرشون درگیر کاری است یا شاید مثل قدیم چند وقتی غیبش زده. برای همین تصمیم گرفتن تا کریسمس صبر کنن. بلکه شاید خبری شد. کریسمس شد و باز هم خبری از پدرشون نشد. برای همین دیگه نتونستن تحمل کنن و از اونجایی که میدونستن پدرشون کجا مشغول به کار هست به مزرعه سوزان میرن و از اون میپرسن که پدرشون کجاست. به سوزان گفتن که پدر ما چند ماهی هست که هیچ خبری ازش نیست و چون آخرین بار شنیده بودیم پیش شما هستش برای همین پیش شما اومدیم تا شاید بدونید کجاست. بعد از این صحبت‌ها سوزان گفتش که پدرتون بسیار آدم خوب و محترمی بود و همیشه تو کارهای خونه کمکم میکرد تا اینکه آخرش دیگه مصرف الکلش به شدت بالا رفته بود و دیگه اون رابرت قدیم نبود چون همش عصبی بود و دعوا میکرد. برای همین قصد داشتم اخراجش کنم.
اما قبل از اینکه اخراج بشه اون پیش من اومد و یه پاکت پول بهم داد و گفتش مراقب سگش باشم، چون قراره اینجا رو ترک کنه و بره تا یه کار مهمی رو به گفته خودش انجام بده. و منم قبول کردم و پاکت پول رو گرفتم. الانم از سگش داخل مزرعه نگهداری میکنم و بعد از این داستان هیچ خبر جدیدی ازش ندارم. بچه‌های رابرت بعد از شنیدن این حرفا تصمیم گرفتن برن وسایل پدرشون رو بردارن. وقتی وارد شدن و داشتن وسایل‌ها رو جمع می‌کردن، به این نکته عجیبی برخوردن. اونم این بود که کمربند ابزار و کیف پول پدرشون هنوز اونجا بود. رابرت عادت داشت هر جایی که میره این دوتا مورد رو همیشه همراه خودش برداره. اما این بار این اتفاق نیفتاده بود. سر همین بچه‌ها سراغ پلیس میرن و این موضوع رو باهاشون در جریان میذارن. پلیس تحقیقات خودش رو شروع میکنه و متوجه میشه که 1 ماه پیش با کارت بانکی رابرت داخل یک فروشگاه خریدی انجام شده. پلیسا به اون فروشگاه میرن و دوربین مداربسته رو ساعت‌ها چک میکنن و در آخر متوجه میشن کسی که با اون کارت خرید کرده کسی نیست جز سوزان. بعد از این موارد 2 تا افسر به خونه سوزان میرن و بهش میگن که باید خونه رو چک کنیم و بگردیم. پلیسا بعد از ورود به اون مزرعه و دیدن شرایط زندگی سوزان به شدت حالشون بد شده بود و داخل گزارش هم نوشته بودن که از شدت بوی بد و کپک و مدفوع نمیتونستن به صورت طولانی اونجا حضور داشته باشن و بیشتر شبیه این که یه خونه بوده باشه شبیه زباله‌دونی بوده. در نهایت یکی از افسرها با سوزان در حال صحبت کردن بود و یکی دیگه‌شون هم در حال گشتنی داخل مزرعه که ناگهان در همون حین اون افسر با یه چیز شوکه کننده‌ای روبرو میشه. اون افسر حین بازدید از مزرعه یک پای انسان میبینه که نسبتاً تجزیه شده بود. بعد از این مورد این افسر خیلی سریع سراغ سوزان میره و همونجا بهش میگه که باید با هم دیگه به اتاق بازجویی برن. Were you angry at him when he came back? I didn't see him come back. I was angry at him and angry at him and my kids for what happened. The pen area that you're talking about, is that going to be right by the South of the barn. south of the barn? South of the barn. Pretty close to the barn? How close do you think it was to the barn? Where his body was? 40 feet. And so what happened, after you fed the rest of your animals and then checked to see, obviously the pigs are going to do what they're going to do. You can't stop them. Right. So if they're going to come back to them, if you originally maybe you were trying to shoo them off, but obviously leaving them there, they're going to eat him, right? Yes. So did you check back to see? Couple days later. Well, no, I mean every day. And Did you ever move any part of him out of the pen? I mean, there's got to be some parts that aren't eaten, like you said, they don't eat clothes, right? A few days later, when most of him was gone, I went in there and I picked up the clothes. I picked up the few parts that were left. What was left? There was the skull and an arm, and I'm not sure. I know there was the skull. If you go back out to my barn, and when you go, let me draw you a little picture. What's left of him is in a couple of plastic bags right there. Okay. اونا به اتاق بازجویی رفتن و اولین سوالی که پلیسا از سوزان پرسیدن این بود که چرا گم شدن رابرت رو گزارش نکردی؟ که اونم جواب داد فکر نمی‌کردم چیز مهمی باشه. بعد از 4 ساعت بازجویی کاراگاه با یک استراتژی جدید به سراغ سوزان رفتن. اونا از سوزان پرسیدن که اگه تو رابرت رو به قتل نرسوندی ممکنه خوکات به رابرت حمله کرده باشن و اونو به قتل رسونده باشن. همونطور که میدونید خوک‌ها بسیار خوی وحشیگری دارن و به راحتی میتونن یک انسان رو بخورن. خلاصه بعد از این سوال کاراگاه‌ها سوزان جواب عجیبی داد.
اون گفتش که اگر همچین چیزی باشه شما با خوکای من چیکار میکنید؟ آیا اونا رو اعدام میکنید؟ که کاراگاه همون لحظه به سوزان گفتن تو حقیقت رو بگو، چون تا حالا همچین موردی پیش نیومده. دقیقاً همینجا بود که سوزان مونیکا تصمیم میگیره حقیقت رو بگه. سوزان گفت یه صبح بیدار شدم و صداهای زیادی از خوکام شنیدم. برای همین خیلی سریع به طویله رفتم و وقتی به اونجا رسیدم دیدم که تعداد خیلی زیادی از خوکای من توی نقطه جمع شدن. بعد دیدم که یک انسان روی زمین افتاده و خوکا دارن از بدنش تغذیه میکنن و به سختی تشخیص دادم کسی که اونجا دراز کشیده رابرت هست. سوزان گفته بود که خوکا داشتن از سر رابرت تغذیه میکردن و صدای ناله های این مرد همه مزرعه رو گرفته بود. تلاش کردم نجاتش بدم، اما هر چقدر سعی می‌کردم خوکا بازم بهش حمله می‌کردن. بعد از این صحبت‌ها کاراگاه از سوزان پرسیدن که چرا اونو بلند نکردی همون اول. همینجا بود که جواب شوکه کننده ای رو شنیدن. سوزان گفت که بدن رابرت به 2 قسمت تقسیم شده بود. تمام دل و روده اون بیرون بود. پاهاش بدنش جدا شده بود. برای همین تصمیم گرفتم که یک کار انسانی در حق رابرت انجام بدم. اسلحه رو از انبار آوردم و به سر رابرت شلیک کردم تا بیشتر از این زجر نبینه. سوال بعدی کارگاه این بود وقتی اونا خوردنش چرا بعدش زنگ نزدی تا گزارش همچین اتفاق وحشتناکی رو بدی؟ که سوزان هم در جواب گفت من نمیخواستم مردم فکر بدی راجع به من بکنن و اگه من این موضوع رو گزارش میکردم دیگه هیچکس خوکای من رو نمیخرید. در نهایت کارگاه تصمیم گرفتن تست دروغ سنجی هم از سوزان بگیرن و این تست رو هم ناموفق گذروند. بعد از این تست سوزان روی صندلی خودش ادرار کرد که تمام این موارد باعث میشد کارگاه بیشتر و بیشتر روی این شخص کنن. کارگاه تلاش آخرشون رو هم میکنن و به سوزان میگن که این فرصت آخره تا حقیقت رو بگه. بعد از این صحبت‌ها سوزان درخواست کاغذ میکنه و نقشه طویله رو میکشه و یه قسمتی رو مشخص میکنه و میگه شما که میخواید دنبال رابرت بگردید این قسمت مزرعه رو هم حفاری کنید تا محل دفن استیون رو هم پیدا کنید. بله درست شنیدید، استیون. کارگاه به شدت شوکه شده بود و همون لحظه پرسید که استیون کی است اصلا. سوزان مجدد داستان رو تعریف کنه و میگه که چند سال پیشی آگهی مثل همین آگهی که رابرت رو جذب کرده بود درست کرده بود. پس شخصی به اسم استیون برای اون کار میکرد. استیون شخصی بود که قبلا به جرم دزدی دستگیر شده بود. برای همین سوزان هم متوجه شده بود که استیون وسایلای اون رو میدزده و یه شب پیش اون میره و میگه که وسایلای منو بده وگرنه به پلیس زنگ میزنم. که همون لحظه بس به شدت اوج میگیره و استیون به شدت عصبانی میشه و میگه یا میمیرم یا هیچ وقت دیگه به اون زندان برنمیگردم. دقیقاً همین لحظه بود که استیون به خودش شلیک میکنه. بعد از اینکه استیون روی زمین میفته خوک‌های سوزان بلافاصله به جنازه استیون حمله میکنن و شروع میکنن به لیست زدن خونش و خوردن بدنش. پلیس بقایای بدن استیون رو دقیقاً همون جایی که سوزان داخل نقاشی کشیده بود رو پیدا کردن. نکته وحشتناک پرونده امشب این هستش که بازنده اصلی این داستان کسایی بودن که گوشت خوک رو از این زن خریداری میکردن. خوک‌هایی که با کشتن و خوردن یک انسان تغذیه می‌شدن. دادگاه سوزان در 12 آپریل 2015 تشکیل میشه. یکی از افسرهای پلیس این پرونده هم داخل دادگاه حضور داشت و گفته بود طی یک بحثی که با سوزان داشته این زن اونو تهدید کرده بود و گفته بود که اگه از اینجا آزاد بشم میدم خوکام بخورنت. در نهایت سوزان مونیکا به جرم 2 فقر قتل درجه 1 و 2 مورد سوء استفاده از اجساد به 50 سال زندان بدون آزادی مشروط محکوم شد.